گفتن راجع به چی صحبت کنیم؟ نه کامل نبودن راجع به برجام و نمیدونم چیه. شما یه سوالی گذاشتید که مثلا یک جور باید انتخاب بکنید. تا الان خونمون گرمه به نظر من باید انتقام بگیریم. برجام الان دیگه واقعا معنی خاصی نداره. برجام 2 وعده صادق 2. به نظر من وعده صادق. برجام به نظرم به بنبست میخوره. به توافق نمیرسن. چرا نمیرسن. تیم میگه قویه میره مذاکره. نه توافق چیز خیلی خوبیه ولی دو طرفه باید باشه. یک طرفه که توافق نمیشه. با مذاکرات میتونستیم شاید که برجام 2 را بتونیم چیز کنیم. برجام یک چیزی نصیبمون نشد که. برجام 1 رفتن اومدن نقد دادن به نسیه، همه چی خوابید، 8 سال به فنا رفت، عراق و بتون ریختن توش، نمیدونم برو بیا آژانس هسته‌ای بازرس. ما توی برجام تو دولت‌های قبل پای همه عهدایی که بسته بودیم وایستادیم، ولی طرف قرارداد اصلاً به وعده‌های خودش عمل نکرد و این ثابت کرد که اصلاً قابل اعتماد نیست طرف غربی ما. حالا خود ریاست جمهوری قبلی آقای روحانی صحبت کردن، گفتن که در این موضوع میشه که برجام رو احیا کرد. یه مرحله گفتن که مثلا یه توافقی شده مردم ریختن تو خیابون خوشحالی کردن ولی اثرش رو ندیدیم، بدتر شده تا الان خوبتر نشده. خاطر خوبش فقط همینه که مردم خوشحال شدن. وعده صادق خیلی بهتره. وعده صادق یکی که انجام شد حداقل یک کمی بازدارندگی ایجاد کرد، ولی باز من حس میکنم وعده صادق 2 خیلی دیر انجام شد. الان نشده دیگه، یعنی کاش میشه زودتر. الان ما 2 ماه داره میگذره از اتفاق آقای هنیه که اگر شاید اتفاق میافتاد شاهد واقعا شهادت سید حسن نصر. اتفاقا من هفته پیش داشتم میگفتم قوت قلب ما سید حسن نصرالله چه شخصیت کاریزماتیکی. اسرائیل دیگه خیلی پاشو از گلیمش درازتر کرده و باید پاسخ بدیم. دیگه ما مقاومت نداریم کسی اونجا. واقعا همه رو زدن. دیگه خودتون دیدید. چرا در حق مردم کوتاهی میکنن؟ رئیس جمهور قبلی ما آقای رئیسی به موقع وعده صادق 1 رو عملی کرد. هر موقع ما گفتیم میخوام انتقام بگیریم به تأخیر افتاده جوابی نگرفتیم. خیلی از عزیزامون رو الان از دست دادیم. وقتی هنیه رو تو پایتخت خودت میزنن جواب نمیدی، معلومه سیده تو لبنان میزنن دیگه. وقتی آمریکا رو برادر خودشون به خطاب کنن مسلما رو برادر سلاح باید بذاری زمین دیگه. سلاح گذاشتن زمین یعنی مرج خودمون رو امضا کردیم، یعنی تسلیم شدیم به دشمن. امام خمینی سالها پیش گفتن هیچ وقت اسرائیل آمریکا با ایران سازش نمیکنه و اسرائیل باید محو بشه. اگر ما الان سکوت کنیم بدهکار خدا میشیم، قیامت بدهکار امام زمانمون میشیم که الان قلبشون جریحه داره. یه روز موشک میخوان، یه روز سردار سلیمانی میخواستن، یه روز به قولن اونا هدفشون کلا اینه که نظامی به اسم نظام جمهوری اسلامی ایران نباشه، تحت سیطره باشیم، تحت سلطه‌شون باشیم. ما هم این نمیپذیریم. جدالی که الان اسرائیل با کشور ما داره شاید به خاطر انتخابات آمریکا باشه که آبان ماه انتخابات باشه، پای ایران رو بخواد بکشه وسط جنگ دوباره. انتقامه، در اصل انتقام کسایی که شهید شدنه. نمیشه بدون پاسخ گذاشت. ما اصلا هیچ زمان شروع کننده نیستیم ولی در مقام دفاع هیچ زمان هم کوتاه نمیاییم. به قول شهید باقری میگفتش چی؟ میگه اگر شهید نشی میمیری دیگه. آدم به چرا که نه، واقعا در راستای حق آدم جونشون میده.